وقتی بودجه کافی وجود داشته باشه همه خلاقن و همه میتونن همه کار بکنن. میتونن مثل داندا کانیه وست یا مثل استروبورد تراویس اسکات استیج طراحی بکنن، یا حتی میتونن با طراحای استیج خیلی اسم و رسم داری مثل استبوین همکاری بکنن. اما تصور بکنید که هم بودجه کمه و هم فضا، ولی ما همچنان میخوایم که استیجای کنسرت‌های ایرانی رو از همچین وضعیتی که دارن نجات بدیم. اولین مرحله ایده پردازی میتونه فکر کردن به انسجام باشه، اینکه ما یه المان‌هایی رو روی استیج بیاریم که به اون خواننده یا به اون موزیسین میاد و با برند شخصی اون پیوند داره. مثلا میتونیم مثل کاردی بی یه کلمه بگ کیف رو از توی لیریک آهنگا برداریم و اونو تبدیل به یک المان بصری بکنیم با آگاهی به اینکه میدونیم کاردی بی یه کلکسیون از بیرکین داره. یا مثل ریری که هممون میدونیم خیلی زیاد از کلمه باربی استفاده میکنه و همزمان با ورودش روی اسکرین داره یه انیمیشن باربی پخش میشه. بنابراین کافیه که به یه انیماتور خوب پول بدیم و با اسکرین خلاقانه تر رفتار کنیم. و همچنین میتونیم از المان‌های مکمل مثل مجسمه استفاده بکنیم. مثلا اگر که من می‌خواستم برای پوری استیج طراحی بکنم 2 مجسمه پاپی ماشه بزرگ، یکیش به شکل تمساح و یکی دیگه به شکل کفتر طراحی و اجرا می‌کردم. تنشون آدیداس 3 خط و یه ست لوسیفر می‌کردم و با زنجیرای زیاد تزیینشون می‌کردم. مجسمه سازا و طراحی صحنه کاملا می‌دونن که چطور باید این کار رو با کمترین بودجه انجام بدن. فقط کافیه که بخواید به مخاطبتون احترام بذارید، به متخصص پول بدید و دنبال انسجام باشید.